سلطنتشون رو تا لحظه خروج اینجا زندگی میکردن. این کاخ توسط یه طراح ایرانی به نام محسن فروغی ساخته میشه، با این ویژگی که سقف اینجا متحرک بوده، باز و بسته میشده. هر زمان که میخواستن باز میشده، هوا جابجا میشده، نور طبیعی استفاده میشده. این ستونهاش الهام گرفته از کاخهای پاسارگاد هست، مال دوره های در واقع هخامنشیان. ارتفاع راه پله ها مثل تخت جمشید در واقع و شامل 2 طبقه اصلی و یه نیم طبقه هست. فضای بالا، فضاهای خصوصی، اتاقهای استراحتشون، اتاقهای لباسشون که تشریف میبریم ببینیم. فضای پایین با سالن سینما شروع میشه، سالن غذاخوری، تالار پذیرایی. اینجا سالن غذاخوری؟ بله، سالن غذاخوری جلوتر تشریف میبریم ببینیم. فضا در واقع سالنشون. از اینجا که شروع یه ارگ رو میبینیم. این کیبورد هدیه شرکت یاماها بوده به ولیعهد. در واقع 50 و اندی سال پیش شرکت یاماها از این محصولش به تعداد زده بوده که یکیش رو به ولیعهد رضا پهلوی هدیه میدن. در واقع الان سقفش هنوز باز میشه؟ بله، ایام نوروز. این فضا ورودی بوده به سمت در واقع سالن سینما که سالن سینما موقت بازدید نداره، به دلیل اینکه در واقع داره فضا عکاسی میشه بسته هستش. ولی اینجایی که میبینی الان اون ظرفه روکشش از طلا هست، هدیه ریچارد نیکسون بوده به پهلوی دوم، همون محمد رضا شاه. در واقع داخل ویترین سفال‌ها مربوط به تمدن امریکای جنوبی، قوم اینکاها بوده. اینها خریداری شده. البته جلوتر فضای سالن غذاخوری شروع بوده. بنابراین اینجا کافی تشریفات نبوده، دیدارهایی که نزدیک و دوستانه بود اینجا پذیرایی می‌شدن. مثلا آخرین پذیرایی از کارتر و همسرش بوده، شب سال نو آمده بودن اینجا. این فضا سالن غذاخوری. اکثرا صندلی‌ها و تزئینات من جمله لوسترها و اینها فرانسوی بوده، به استثنای یه سری ظروف از اونجا که حالا باز اونها هم رو کشش از طلاست، اون هم فرانسوی. این قسمت هم تالار پذیرایی. اینجا که پذیرایی میکردن؟ کدام آدم؟ اینجا ما نقاشی تصویر همین شاه و فرح رو داریم. نقاشش اسپانیایی بوده به نام ویدال کوادراس، نقاش دربار بوده، فقط چهره‌های سرشناس رو نقاشی میکشیده مثل پادشاه اردن و اسپانیا و غیره. آخرین پذیرایی که اشاره کردم کارتر و همسرش اینجا پذیرایی.